این پژو 508 رو من آوردم باش یه تست درایو بگیرم ببینم اصلا سواریش چجوریه. بذار اول داخل کابینش رو با هم ببینیم، از یه گوشه آپشناش رو با هم دیگه ببینیم. ببینین آینه بغلا برقی، استارتر و کلس داره. اینجا رو که باز میکنی تنظیمات هداپ و استارت استاپش اینا اینجاست. ترمز دست برقی داره، رادار نقطه کورم بچه‌ها داره. شیفتر پشت فرمون رو میتونیم ببینیم، کروز کنترل تطبیقی و ماساژور و صندلی سه تیکه و دوخت قرمز و ماشین جی تی لاینه. این وضعیت داخل کابین ماشینه. کیلومترش هم 70,000 تاست. پرده جانبی و عقب رو هم ماشین داره. دیگه چی داره؟ گرمکن صندلی، حالت اسپورت و کولر دوال رو هم میتونیم ببینیم. حالا بریم یک رانندگی باش بکنیم، یه شتاب بگیریم ببینیم چه جوریه. درکت این سوئیچ رو میذاریم تو اینجا، سوئیچش درم میبندیم، کمربند ایمنی، اول ایمنی بعد کار بچه‌ها. خب اینجا ما هداب دیسپلی رو داریم. یه چیز دیگه هم که روی ماشین من دیدم اینه، خوراک اونایی که میخواین تو ماشین چایی بخورن و دور بزنن. یعنی این ور میتونی چایی بذاری، این ور میتونی قند بذاری. خب حالا یه گازش بدیم. جلومونم شلوغی نمیتونیم خیلی گاز بدیمش، ولی عجب شتابی داره. شتابش مثل پژوهای 2008، سواری نرم، صندلی‌های سه تیکه که پهلوهات هم پر میکنه، مثل این اپتیمای جی تی لاین 2017 صندلی‌هاش حالا میگن مایچه، این رد دوختاش و دوخت قرمز هم تو کل اتاق ماشین میتونید ببینید. به نظر من با اون مبلغی که شما میخواین هزینه کنین یه ماشین فوق‌العاده خوبیه. فقط میمونه بحث قطعات که دیگه الان دیگه ما تو سال 2025 داریم زندگی میکنیم. با یه سرچ کوچیک میتونین همه مدل قطعات این ماشین رو پیدا کنین. کافیه توی چت جی پی تی یا وایس بدین، این هوش مصنوعی بگین آقا قطعات پژو 508 رو ما توی ایران از کجا تهیه کنیم، همه چیزش براتون میاد. به نظر من سواری خوبی داره، مصرف پایینی داره، آپشن زیادی داره. من کار کردم با سواریش بچه. دستول اینم ترمز. ماشین خوبیه، بیاین بخرین. خلاص.